میایم به سر سوال هایی که هستن. مرد پیش از وفاتش با زنش گفت بعد مرگ من شوهر کنی تو را نمیبخشم. آن مرد وفات کرد. آیا این زن حقی به شوهر برآمدن دارد یا نه؟ یعنی مرد پیش از وفاتش به زنش گفت که زنک اگر مبادایی که من دنیا را پدرود گفتم، یعنی خدا جان من را گرفت، اگر به شرطی که تو شوهر کنی من از تو راضی نمیشم. برای همین آیا همین زن حق دارد که سخن شوهرش مقصد مرد رفت، حق دارد که همینجا شوهر کند، دیگر سخن شوهرش مقصد گوش نکند یا همو وصیتی کردگی شوهرش به جا نآورد؟ اولا برادران و خواهران عزیز، ما حدیثی داریم از پیامبر نازنینمان که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. ما مخلوق اطاعت نمیکنیم زمانی که سخنش در مقابل سخن خالق ایستادگی باشد. یعنی سخن این مخلوق، سخن این شوهر در برابر سخن الله ایستادگی است. یعنی الله اجازت داد که مرد وقتی زنش از دنیا میگذرد میتواند زن بگیرد، یا زنی که شوهرش از دنیا گذشت میتواند که شوهر کند. فقط شما میدانید که یگانه زنی که باید شوهر نکند این زن پیامبر نازنین من هست، زیرا که الله مهربان زنهای پیامبر مادرهای ما خوانده است. ببین ازواجه امهاتهم، خدای مهربان میگه زنهای پیامبر مادرهای شما هستند. یعنی هیچگاه بین پیامبرمون وقتی از دنیا گذشت مادرمون عایشه 18 ساله بود، ولی مادامی که وی به ذمه ما حق مادری داشت وی تا وفاتش دیگر شوهر کردن نمیتواند، یا او این حقوق شوهر کردن ندارد، زیرا که همه امت پیامبر فرزندای اونها حساب میکنند. یعنی فقط شوهر نکردن برای زنهای پیامبر هست، دیگر باقی کسی باشد وای اگر مصلحت چم که تید وصیت چم که کند در اینجا گناهگار می شود. همین مرد گناهگار شده است که این خیل وصیت، این خیل وظیفه را به گردن زن گذاشته است که بعد من شوهر نکن. یا بعضی زنها ولی در گفتگوهای سوال جوابای ما هست میگن که اگر ما یگان شوهر دیگر کنیم بعد من با کدام شوهر مقصد روز قیامت حشر میشم. خواهرای عزیز و گرامی، این فکرها را از ذهنهاتون دور کنید. خدای مهربان اگر هر زنی که در دنیا چند شوهر میکند وای حق دارد، 2 تا میکند، 3 تا میکند، 4 تا میکند، وای حق دارد. و روز قیامت خداوند باز یک برتری بر زن داده است که همون شوهرهایی را که در دنیا کرده است در پیش زن الله مهربان اختیار میگذارد کدامیش که در همون جنت برای خودت انتخاب میکنی از بین همین شوهرها حق داری. کدامش که با تو در دنیا معامله خوب داشت، حرمتت میکرد، به قدرت میرسید، سخنهای خوبت میگفت، همونجا تا هم جدا کرده میتونی که همراه تو با در جنت هم یک جا باشد. این یک مسئله. دوی مسئله، بسیاری فرزندان میگن که ما باید 3 بار
از پیش مادر بگذاریم که شوهر میکنی یا نمیکنی گفته. اینها هم دادرها و برادرای عزیز، اینها این خیلی مرتبه و مقام خدا به یگان فرزند دادگی نیست. پدرم اینقدر حق دارد که زنم که گرفت به مصلحت فرزنداش میگیره، مادرم که شوهر کردنشید به مصلحت فرزنداش میتوند شوهر کند. این از نگاه شریعت نیست این خیل مصلحت که من فرزندام بشونم بگم بچم من زن گیرم یا من زن میگیرم، یا مادر بیا بگه که بچم من باید شوهر کنم. یعنی از فرزند مصلحت گرفتن از نگاه دین این خیلی حکم نیست. پدر و مادر خداشون آزادن، کسی را میگیرن کسی را نمیگیرن، کاری خودشون. و در همین حالت هم یک نصیحت برای فرزندان، برای چی همین گپ ها از کجا برآمد؟ به خاطر که همون پدری که وقتی زن گرفت یا مادری وقتی شوهر کرد، فرزندا که دقتشون میتن، فرزندا که غمشون میتن، بعد بیچاره مجبور میشن که مصلحت فرزندا را بگیرن. خواهرای عزیز، برادرای بسیار گرامی، در این مسئله ها اگر پدر و مادر شما وقتی مادرهاتون گذشت، مقصد حتی پدر شرم هم که کند، شما باید که خطام پیشکش کنید که پدر این حقی تو است، ما حق نداریم که تو را مصلحت بتیم. یا خواهرای عزیز، مادامی که پدراتون هم که گذشت، مادراتون شما راه بیابید، اونم به خودش میخواهد شوهر داشته باشد، میخواهد زندگی داشته باشد. و این سوالی که مرا داد، این مادر از خواهر از کسی است، شما شوهر کنید، انشاءالله باز این مرد از این گفته خودش هم حاضر پشیمان است، زیرا که در این گپ وای گناهکار شدگی است. شما او را از همین گناه بگیم خلاص میکنید، وای حاضر اگر بار دیگر زنده شود میگد زنک من بسیار کاری نادرست کردم، بسیار مصلحتی ناخوب دادم.